Har bir istagimning chorasini topgan, menga tosh otganga jonini otgan, dar cheksam yonimda mo'ltirab yotgan. Bu mening onam, bu mening onam. Har bir istagimning chorasini topgan, menga tosh otganga jonini otgan, dar cheksam yonimda mo'ltirab yotgan. Bu mening onam, bu mening onam. Qush tinsa tinmagan bedorim, bu shoh jonim. السلام علیکم بیننده ها، تماشاگران عزیز. ما امروز آمدیم با یکی از طرفخانه های بهترین شهر سمرقند در روزهای سفید برای تبریک کردن شایستگی از نام اولانشان، از نام کامیل امک، از نام شاخسانمایتی علمکه، از نام جلالکه، جمشیدکه، جان بگکه، ریحانه و رخشانه بانو. آن لحظه های خرسندی رو میخواهیم همراه شما به هم بینیم. سر کردیم. السلام علیکم. مهمانان عزیز، میزبانان عالی قدر، زن بانوان، مادران زیبای شهر سمرقند قدبند. من امروز در این طرفخانه زیبا برای تبریک کردن مادر عزیز خاندان شایستگی آمدیم. به این ملال باشد شنیتان استراحت کنیتان. یک تا شایستگی برای مادر کار هستند، یک تا برایشان قرصک زنیم. مرحبا، جناب نزدیکتر استید. السلام علیکم. مادر جان عزیز، زاد روز مبارک. پیشتر استید. روزی تولد رو مبارکباد میگوییم. مهمانان به حضور شنیدان، امروز ما بسیار سخن میگوییم، بسیار نیت‌های نیک را میرسانیم برای مادر عزیز. شایستگی یک تا یاد کنی انامی کی آمدگی ما؟ انا همون آیله سر و برشان کیست؟ پدر عزیز خاندان که از نام میل بابا شما تبریک کنی آمدیم. از نام البته خواهر عزیزم شاخسانمایتی، از نام علمکه، از مسافران، از نام پسران عزیزتان، از نام جلالکه، جمشیدکه، جان بگکه، نویره های شیرین ریحانه و رخشانه بانو تبریک میگویم. حاضر تا در آمدن همراهی شاخسانمایتی صحبت کردیم. شایستگی گفتن که مادر ما مادر زیبا، غمخوار، مونیس. ما میده بودیم، خردکک بودیم. خاندان ما با همه چیز مهیا بود. همین سال نو گذشت، بعد از چند روزش باز یک سری دسترخوان ما می نشستیم. پدر ما پیشکی خاندان، مادر ما یانشان و ما فرزندان در اطرافشان پروانه جشن زادروزی مادر ما جشن میگفتیم. زمستان خنک بود لیکن دل ما گرم بود. حاضر که هممون در هر کجا در مسافرت دادرانم، من در خانه خود در خانه عائله‌ام هستم. البته میخواهم که مادرم صحت سلامت باشند، هیچ وقت درد و غم را نبینند، همیشه تاج‌سری ما باشند. و برای پدرشان زنگ زدن شاخسانمایتی همراهی کامیلکه تلفن که دیگه زدیم، گفتن که از من خاله جانت تبریک کن، رحمت گوی که برای من این خیل فرزندهای صالح و صالحه را به دنیا آورده است. صحت سلامت گردد، دم پیری و دولت پیریت یا تو ساخت سلامت همیشه سایبان باشیم در سری فرزندها. برایشان رسان یک تا شعر زیرت از همه برای خاله جانت خوانده ته گفتن. اگر تیرم به سر بارد تو را من دوست می‌دارم. این از نام کامیل بابا برای شما. اگر تیرم به سر بارد تو را من دوست می‌دارم، اگر چرخم بیازارد تو را من دوست می‌دارم. قسم بر قاش و ابرویت، قسم بر شعله رویت، قسم بر چشم خمارت تو را من دوست می‌دارم. ما یک عائله خوشبخت هستیم. در دم جوانی پستی و بلندی های زندگی بود. همه پستی و بلندی زندگی من نگاه نکرده، همراهی من یلکه به یلکه ایستاده، همه فرزندای کلام کرده. من انسان خوشبخت هستم. برای من این خیل فرزندها رو به دنیا آورده داد. زن صالحه خاندان من است. از من تبریک گوید گفتن و از نام من که در زمستان باشدم خودش برای شکوفان شده گلدسته انتخاب کنید. از نام کامیل بابا برای شما گلدسته زیبا تیار کردیم. به این منام خرسک زنه مگر میسپاریم. مرحبا. البته شایستگی آغوشتان پر از زیبایی، دماغتان پر از خوشبویی باشد مانند همین گل‌های زیبا. امروز از نام فرزندان، از نام شاخسانمایتی علمکه، جلالکه، جمشیدکه، جان بگکه تبریک میگویم. گفتن برای مادر ما زیباترین زن دنیا. مهمانان عزیز فرمودند همین مادر هم خیلی زاد بود است،
هم ما مادر داریم، هر یکی ما رو مادر به دنیا آورده است، فرزندش می‌الانده است. همین رومال من نقص می‌بینم، رومال سری 15 سالش را می‌الانده. سببش این بوده است که همین فرزندم کار کرده می‌بیاید و همین من دشوارم نغلطد و از بینی من نغلطد. همین کار کرده که فقط فرزندش به خیر آمد گفته می‌الانده است. این بزرگی مادر است. پیغمبر خدا فرمودند اینقدر با زیبایی با یک تعریف جنت را فهمیدیم که تصور کردن برای ما مشکل است. آن جنت را در زیر قدمان مادران میگویند. بگذار همیشه شاد و خرم باشید. امروز از نام فرزندان برایتان میگویم باز از دل شعر میگویم برای مادرم. باز از دل شعر میگویم برای مادرم. از صداقت میکنم جان را فدای مادرم. مهری بمانند او را سالها پروردم. مینهم با شادمانی سر به پای مادرم. خدمتش را کردم و نوری سعادت یافتم. خدمتش را کردم و نوری سعادت یافتم. چون بهار آراست عمرم را رضای مادرم. پند او را تا ابد در یاد می دارم. نگاه از ضمیر قلب می آید صدای مادرم. امروز شخصنامه‌ای میگوید که من همین زندگی به شاهراه حیات به از پدر مادرم بسیارم خرسند هستم که این خیلی پدر دارم، این خیلی مادر دارم، شکرانه میگویم. برای مادرم چقدر تحفه کنیم کم است، چون که همین شب را بر روز پیوست کرده در زیر گوهرهای ما نشسته الله‌های ناز خواندگی انسان همین مادر هستند. از خواب شیرین مانده فقط برای ما مهنت کردگی انسان مادر است. برای مادرم یک انگشترین طلا دستمانه طلا تیار کردم. البته در زیر گواهی مهمانان میسپارم گفتن مهمانان قرصک میزنیم بلگزودی طلا را برای مادرشان میسپارم. مبارک باشد. مبارک باشد. زادروز مبارک. روزی فرصتی را مبارکات میگویم. مبارک باشد. مبارک باشد. میلادی و روز تولد را مبارک باد میگویم. مبارک باشد. بگذار الان که اشکی شادی باشد، اشکی هوس باشد. همه مادران حضور علوات فرزندان را بینند. تاج سری طلایی فرزندان شده گردند. مبارک باشد. تبریک میگویم. مبارک. انا اونسته یا سالچه. حاضر و نزدی شایستایتی شخصنامایتی کلی اینها نزدیکتر میستیم. شیرینی تیار کرده که برای مادر عزیز، برای شیرینی خاندان همه فرزندها نزدیکتر میستیم. شیرینی را میبریم، از آن تناول میکنیم، بعد از آن ابراز بزم زیبا را دوام میکنیم. مبارک باشد.
تشکر میگیم. شاه سلامتی یا نشما نزدیکتر سیخت مادرجان خودتان تبریک گویید. پیش از همه از نام دادران، از نام برادران که مسافرت بستند. مرحبا. السلام علیکم هموطنان و مهمانان خوش آمدید. همین بیم هم ساو سلامت سرمو بگردن صد بدرون دادم کتین الهی کم مون ارای دو کم کتین همخیل تفاوت هر کدیم وقتمو با ساو سلامت گردن خوش آمدید. هزار رحمت تشکر میگیم. نبیره ها ریحانه و رخشانه میان جان از ما نزدیک سیم کنیم حتی تبریک میکنیم. مرحبا. Avvalambor assalomu alaykum mehmonlar aziz, nuri dida toji sar. Mana umrat onajonimga daraja nishon. Ilohim onajonam bobomki sarmomba baxtli gardan. Mana tog'om, seta tog'om muddatda mulo mana arahidu mana biyem katis onema amke va padar ko tayyor kardan. Onajonim ilohim baxtimni sog' salomat gardan. Assalomu alaykum hammaton bo'mgeton va mana umriz onajonimga degazninchon ilohim sad bidagan baxtu imma sog' salomat gardan bobomki onajonim ilohim baxtli yashavan. Assalomu alaykum onajon tabrik miqnam sad bidagan sarib mumpo hamma vaqt sog' salomat gardan. بینشان پر شد نبره شیرینی آنه مبارک باشد. صادرت مبارک نباشد. حاضر شایستگی با راهبری شمایان اینجا مدتی همه زنبانان رقص و تکلیف میکنیم. یک جای میرقصیم خورسندی میکنیم. امروز صادرتتون با یک درجه اعلا میگذارانیم. مرحمت البته. السلام علیکم مهمانای عزیز خوش آمدید. امیدوارم الهی 100 ساله شوم کامل پاچکی قشه پیر شوم این رزگندشون انم خیلی خورسندی که گذرد تا توانی دوستان را گم مکن دوستانی مهربان را گم مکن در جهان به دوست بودن مشکل است مشکل آسان کن کسان را گم مکن یک تا دخترشان الهی مکد خودش زیاده شده باورکه شده امیدوارم سه تا کلینشان دختر شود و ساق سلامت گردن شما بیم رحمت بکن جان ساق باشید. هزار رحمت. الانکا امیز سخنها اثباتش کردی. یک جمعه رقصیم خورسندی میکنیم. صادرت مبارک. مرحبا.
عزیز همراهی مادر عزیز یک جایه رسم میگیریم. این لحظه ها را ما سوی زرارخان تاریخ مهر میسازیم. البته بعد از آن جواب. مرحبا. زندگی به آرزو شیرین نبود، زندگی را آرزو شیرین نمود. من بیننده های عزیز، تماشابینان عزیز شبکه شهنان، امروز ما در این طرف خانه مادر عزیز خاندان را در جشن زادروزشان تبریک کردیم. آن لحظه های خرسندی را همراه شمایان با هم دیدیم. فرمودند دل کسی را شاد کردن به زیارت کعبه الله برابر است. امروز از عهده کاری خود برآمدیم، مادر عزیز را تبریک کردیم. با ما باشید که ما با شماییم.